ایتالیا دروازه‌های شمالیش را می‌بندد. مقامات برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس در یکی از منطقه‌های سرحالی و ثروتمندترین کشور کرانتین اعلام کردند. از 8 مارس تا 3 اپریل را به لامباردیا و پایتخت مالی کشور میلان بسته شد. این محدودیت 11 منطقه دیگر ایتالیا را نیز فرا می‌گیرد. در این شهرها کار آثارخانه‌ها، مکتب‌ها، مرکزهای ورزشی و فرهنگی، مؤسسه‌های اجتماعی متوقف شدند. همه چهاربینی‌های عمومی را لغو کردند. مقامات خواستند که حرکت در داخل این منطقه‌ها محدود کرده شود. کرانتین 16 میلیون نفر را فرا می‌گیرد که تقریباً 4/1 اهالی ایتالیا را تشکیل می‌دهند. حکومت این تدابیر را بعد از آن روی دست گرفت که در یک شبانه روز شماره گرفتاران به کرونا ویروس از 1200 نفر تا به 5883 نفر افزایش یافت. طبق معلومات رسمی صبح روز دوشنبه تعداد مبتلایان به ویروس نو در ایتالیا 7335 کس را تشکیل داد. روز یکشنبه از این ویروس 133 نفر وفات کردند و با همین شماره عمومی هلاک شده ها در ایتالیا به 366 نفر رسید.